الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، موضوع امروزه ما در یکی از کارهایی که خیلی بدبختی هم هست، واقعا هم در مسئله خودکشی متاسفانه گاه حالا در کشور ما الحمدلله خیلی کم است. بعضی کشورهای خیلی پیشرفته تا قریب 80,000 نفر در یک سال خودکشی میکنند با سبب‌های ناچیز و اندکی. حالا در ما کم هم که باشد وجود دارد متاسفانه و بدبختانه. حالا چرا این یعنی خودکشی میکنن انسان ها؟ چرا انسان به خودکشی دست بزند؟ حالا اینکه این حیات یک حیات امتحان است و این حیات امتحان و این زندگی، این دنیای امتحان نعمت ها دارد، مصیبت ها دارد. بنده مؤمن خصوصا مسلمان باید در نعمت هایش مغرور نشود، بگه پروردگار رو شکرانه که به من چقدر نعمت های دادگی هستی. و اگر مصیبت که آمد باید که بنده مؤمن مسلمان باید بگه پروردگار رو به تقدیرت راضی هستم، در عوض این مصیبت یا اجر این مصیبت رو از من کم مکن، حالا گذشته داشته باشد رحمت و مغفرت جایش رو جنت بگردان و اجر و پاداشش رو از من کم مکن. هیچ مصیبتی وجود ندارد که اجر نداشته باشد. بنده مؤمن باید به امید باشد. هر چقدر مشکلی و مشقت که ظلمت هم کردن، کسی ظلمت کرد یا جهتی ظلمت کرد یا طرف ظلمت کرد، هنگامی این ظلمی اون رو پروردگار اجرش کم مکن. و اگر توان داری از ظلم خودت رو حمایت کن. اگر توانش نداری، موری که دیگر هیچ توانی نداری برای دور کردن این ظلم رو به پروردگار بسپار. بعد تماشا کن که اون ظلم رو پروردگار چگونه عذابش میدهد، یا اینکه اون ظلم کردهش رو چند برابر عذابش رو میکشد. مسلمان باید هیچ وقت امید نباشد. حالا مولانا میگه که بگو دل را که گرد غم مگردد، که زیرا غم به خوردن کم مگردد. این غم به خوردن کم نمی شود. غم انسان رو میخرد، نیست نابود میکند، خود بزرگ میشه، کلان میشود، انسان رو نیست میکند. برای همین غم مخور. وقتی که درد مصیبت بالات ما پروردگار اجرش کم مکن. برای همین دانشمندان اسلام میگن حتی بیماری سخت هم که آمد او پروردگار رو اجرش کم مکن. وقتی گفتی که اجرش کم مکن، هر انسانی رو درد هست و غم هست. با مجردی گفتن یا امید به پروردگار کردن از این وزنینی اجر و پاداش امید کردنی به از پروردگار، غم اون درد رو نیست میکنند. وقتی غم نباشد درد آسان است. درد انسان به آسانی میگذراند. لیکن از همه خطرناک و وزنین، مصیبت وزنین این غم با درد است. درد اگر با غم باشد این هلاک کننده بسیار، یعنی انسان رو معیوب یا که انسان رو به بدبختی ها میبرد. برای همین مولانا میگه که بگو دل رو گرد غم مگردد، که زیرا غم به خوردن کم مگردد. غم مخور. این دنیا هر چقدر وزنینی ها دوام کند، این وزنینی ها هم مصیبت ها هم بمونند بیماری ها هست. بیماری هم وقت دارد، شفا میابید. برای همین بنده مؤمن مسلمان باید امید کند که این وزنینی که بالای هم آمدگی هست انشاءالله اجر دارد، میگذرد و برایم صدها خیر و برکت دیگر میارد. پروردگار به سبب این وزنینی یا این بیماری یا این مشکلی یا این ظلم و ستم یا این که این محدودیت دیگر پروردگار اجر و پاداش میدهد، اجر و برکت میدهد. پروردگار خود میگه استعین بالله فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. هر یک وزنینی چندین سبکی ها و آسودگی ها و خوشبختی ها و سعادت و خیر و برکت دنیا و آخرت برات میارد و به سبب اون وزنینی. درست است که انسان مسلمان باید وزنینی رو به خود، یعنی وزنینی طلب نکند، بیماری رو طلب نکند. اما وزنینی که آمد به اختیار از خودت، به اختیار خودت، به اراده خودت وزنینی مصیبت آمد و پروردگار میگه استعین بالله ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
آیا دنیا امتحان است. ولی نبلونکم شیء من الخوف، با ترس وهمی غمگین مباش. پروردگار میدهد از این جو نداد، از جای دیگر میدهد. برای شاعر میگوید خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت شاید دری دیگری، یا ز رحمت شاید درهای دیگری. یک در رو میپوشد ولی زراعتت رو گرفت، یا فرزندت رو گرفت، یا مادرت رو گرفت، یا که پدرت رو گرفت، یا که دوستی صمیمی و عزیز و یعنی همسر و شوهرت رو گرفت. پروردگار هست، پروردگار هست و تو هستی. پروردگار در فکر، مدامی که هستی پروردگار در فکر تو هست. پروردگار چی میگه؟ استعیذ بالله اقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. شما نفسای خود را خودکشی مکنید، چرا که پروردگار به نهایت نسبت شما مهربان و رحمدیل است. به نهایت مهربان و به نهایت رحمدیل است. برای همین مسلمان هیچ وقت باید شیطان ناامید است. مسلمان باید ناامید نباشد. حالا اون آیه کریمه چی شد؟ خلاصش و بشر صابرین، مجده بده و صبر کنندگانی در وزنی های زندگی. مجده یعنی خیر برکت براشون میآید. باید مسلمان همیشه با امید زندگی کند، هیچ وقت حتی که آرزوی مرگ رو نکند. آرزوی مرگ هیچ وقت مسلمان باید نکند. خدا رحمت کند. در کلان ما دوم عبدالرحیم علیه الرحمه بعضی مسافرهایی که پیر شدن، خسته شدن، برجامانده شدن، بعد میگفتند این پیریش هم جگر نیست، بعد آرزوی مرگ، این مرگ ما رو فراموش کرده است، نمیاد. میگفتند که نگو گل است، از زیر خوک بالای خوک خوب است، از زیر خوک بالای خوک خوب است. چون که یک سبحان الله الحمدلله میگه دعا میکنی. وقتی آدم پیر شد برجامانده شد، وظیفه‌اش دعا و عبادت و ذکر و تسبیح و تهلیل است. برای فرزنده و نبیرها و اهل و خانواده و وطن و کشور و امت اسلامی و برای همه. چرا ما در نماز دعا میکنیم اللهم اغفر لی و لوالدی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. این همه دعا به خاطر چی؟ به خاطر مسلمان باید خیرخواه باشد. مسلمان باید با امید زندگی کند. مسلمان باید خوشحال و خوشبخت زندگی کند. مسلمان باید قناعتمندی و راضی اگر هیچی هم نداشته باشد.